انسان بسیار حرکت کند هم کم حرکت کند هم فقط رزقش رو میگیرد. بله از یک جهت معناش درست است، لیکن معنای اینه ندارد که انسان اکن کم حرکت کند. بله گاه بعضی انسان ها 12 ساعت کار میکنند، لیکن رزقش کمتر است از آن آدمی که 1 ساعت کار میکند. 1 ساعت کار میکند و کارش عالی است. 1 ساعت کارش $500 است. یک آدم یک روزی دراز کار میکند، روزی کارش $40 است مثلا. اون از این کار با اون کار هم فرق میکند و از تخصص آدم و دانایی آدم هم فرق میکند. لیکن به هر حال ما وظیفه خود را اجرا میکنیم و توکل به الله میکنیم. رزق تقسیماتش از جانب الله تعالی میشه. و یک آدم زیاد و یک آدم کم، اون حکیم است. الله تعالی ذات حکیم است، میداند به کی چقدر دهد. میگوید که بعضی بندگان هست که اگر من آنها را کم بغل کنم کافر میشه. بعضی بندگان هم هست که اگر من آنها را بای کنم آنها کافر میشن. بعضی آدم ها برداشت پول و مالی زیاده ندارند. الله تعالی میتوند که رزق کشایت میخواد. مردم سانی فساد میکنه، از حد آدمی میبره. آدمی پولدار، آدمی کم بغل پولدار شود، راه گردیش دیگر خیلی میشد، سخن کنیش دیگر خیلی میشد، تلفنش الکی نو میکند، دوست های کنه که در دوستی میکند، فرق میکند الکی. دیروز آخر تو در زمان کم بغلیت با اینها دوست بودی، امروز اکن پولدار شدی، مقصد روی گردانیدی از اینها. خلاصه بنابراین الله تعالی به قدری به اندازه به همه رزق میدهد. اگر الله تعالی رزق را کشاید بسیاری مردم از حدود آدمی میبره. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی. انسانیت از حدود خودش میبره وقتی که دید که بی حاجت شد. بنابراین گاه ها انسان پولداری بسیار کلان شدن را میخواهد، لیکن بر ضرر او هست. و هر یک درهم و دینارتان روز قیامت جوابگری دارد. میکروفونتون کشید. هر یک دینار و درهمش جوابگری دارد، مسئولیتتان واجب میشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه ها گفتند که من بعد خودم برای شما از کم بغلی نمیترسم. یعنی شما اگر کم بغل باشید خاطری من جمع است، لیکن اگر شما بای شوید من خواطر میمونم. من میترسم که دنیا شما رو به هلاکت رساند، چه خیلی که پیشینه ها رو به هلاکت رساند. بنابراین انسان به داد الله تعالی قناعت میکند. بله بنابراین 15 ساعت 20 ساعت کار نکنید، چون که شما وقتی که 15 ساعت 20 ساعت کار میکنید حقوق نفس، حقوق روح، حقوق همسر، حقوق فرزندان، حقوق خویش و تبار، حقوق دیگرها را پایمال میکنید و نفستان هم ظلم میکنید، لیکن همون رزقتان میگیرید. درست است از این جهت، لیکن معناش اینه که تو خواب کار نکن، عمل نکن، حرکت نکن و الله توی رزقت میدهد. بله الله رزق میدهد، لیکن همین خیل نشستن این بدعت است. ممکن نه، باید یگان عمل کنید. فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه. الله تعالی که در همین بلندی های روی زمین راه گردید، حرکت کنید، راه روید، راه گردید و از رزق الله تعالی خورید، در یک جا نشینید. یعنی باید انسان کوشش کنه. خب بعضی انسان عملهای آنلاینی هم هست. امروز بعضی انسان ها یعنی کارشان آنلاین است، از طریق کامپیوتر کار میکنن در جای نشستشون، که این کار است. خلاصه عمل کنید، مهنت کنید و توکل به الله تعالی کنید. رزق دهنده الله هست. بله همون رزقی که الله تعالی نوشته است همون میگیرید، لیکن کوشش کردن لازم است. بله